سلام به همه بچه‌های عزیز. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. بچه‌ها تمرینای ریاضی رو ازتون میخوام که همتون بعد از پایان درس خودتون حل کنید و امروز وارد فصل جدید درس یعنی تناسب میشید. بچه‌ها نسبت و تناسب و تا حدودی تا سالهای گذشته شما باهاش آشنا هستید و امسال دیگه خورده توضیحات تکمیلی میدیم و کامل ترش میکنیم، پس خوب دقت کنید. بچه ما توی تناسب اول از همه یا نسبت دادن، اول از همه به نحوه صحبت کردن و نحوه گفتار باید دقت کنیم. مثلا اگر به شما میگم که تعداد دانش آموزانی که سیب خوردن توی کلاس 3 نفر بود و کل دانش آموزان کلاس 6 نفر بود، پس نسبت دانش آموزان سیب خورده به کل کلاس چی میشه؟ میشه 3 به 6، چون که کل کلاس 6 نفر هستش. حالا به این مثالی که کتابتون زده دقت کنید همتون. بچه گفته دانش آموزان کلاس ششم در یک آزمون 4 گزینه‌ای شرکت کردن. یه دونه امتحان تستی و 4 گزینه‌ای دادن و به 10 سوال پاسخ دادن. شایان به همه سوالات جواب داد. 7 از سوالاش درست بود. حالا میگه نسبت تعداد جوابهای درست به کل سوالها. وقتی جوابهای درست خودش بهتون گفته میگه که شما بیا اینو به زبان ریاضی بنویس برای من. 7 تا توی 10 تا درست بود، تعداد جوابهای درست 7 تا بوده دیگه، درسته؟ حالا توی چند تا سوال؟ توی 10 تا سوال، پس میشه تعداد جوابهای درست 7. بچه این میایم خط کسری میکشم به کل سوالا 7 به 10. بچه‌ها پس یه نحوه خوندن دیگه کسرها به این صورت 7 به 10 یا 7 دهم که اینو به صورت کسر میتونم یادداشت کنم. خب به صورت اعشاری هم میشه 7 دهم. پس اگه اعشاری هم به شما دادن دیگه شما میتونید بخونید، میگید 7 به 10. حالا این نسبت را به صورت شکل کسری یا اعشاری بنویسید. کسریش میشه 7 به، بچه این خط کسری به هست، به 10 یا 7 دهم. این نسبت جوابهای صحیح است. حالا بچه توی 10 تا 7 از جواباش صحیح بوده، چند تاش نادرست بوده، میگیم 10 منهای 7 میشه 3 تاش هم نادرست بوده. حالا پس 3 تا از جوابها نادرسته. اینم گفته نسبت جوابهای نادرست یعنی 3 به کل سوالها به 10. میگیم 3 به 10 یا 3 دهم یا به صورت اعشارش هم میشه 3 دهم. بچه پس چی شد؟ همین جوری تونستم بخونم، همین جوری و هم اینجوری. پس من به 3 حالت میتونم اینو بخونم و همه اینها جوابهای صحیح هستن. حالا میگه کمترین و بیشترین مقداری که ممکن است برای نسبت تعداد جوابهای درست به کل سوالات به دست بیاد. بچه جوابهای درست گفته کمترین حالتش چی میتونه باشه؟ کمترینش ممکنه اصلا هیچ کسی هیچ جواب درستی نباشه، یعنی 0 به کل سوالات چقدر بوده؟ 10. کمترینش میشه جوابی ممکنه اصلا جواب صحیح توی برگشت دانش آموزی باشه که اصلا نداشته باشه، پس میشه 0 به 10 یا 0 دهم. بچه 0 دهم کسری که صورتش 0 باشه برابر با چی؟ 0. یعنی اگر تو هر کسری شما فقط صورت رو 0 داشته باشید اون برابر با 0. حالا بیشترین حالت بیشترینش چیه؟ جوابهای درست به کل سوالها ممکنه یه دانش آموزی همه جوابهای صحیح باشه، پس میشه 10 به 10 یا 10 دهم، درسته؟ یعنی جوابهای صحیحش 10 تا جوابش هم صحیح باشه توی 10 تا سوال و میشه 10 دهم یا 1. بچه اگر هم 1 به شما دادن یعنی اینکه کلش هستش. بچه تا اینجا داره عنوان
نسبت رو بهتون میگه با زبان فارسی و تبدیلش به زبان ریاضی رو داره براتون بیان میکنه. حالا بچه‌ها بعضی موقع‌ها به شما یه نسبت‌هایی داده میشه که شما میتونید اونو آسان‌ترش کنید، ساده‌ترش کنید برای خودتون. یعنی اینکه شما جفت حالت‌ها رو هم بنویسید درسته، ولی اون ساده‌ترین شکل رو انتخاب میکنید چون که برای همه قابل فهم‌تره. و الان کار در کلاس سادگیه که یه مثال براتون زده، همتون دقت کنید. توی سوال که کار در کلاس گفته مانند نمونه جمله های زیر را طوری تغییر دهید که نسبت ها به ساده ترین شکل بیان شده باشد. حالا توی قسمت الف نسبت مدادها به خودکار در جامدادی من 1/2 به 2 است. بچه میگه تعداد مدادها به خودکارهای من توی جامدادی 1/2 به 2 هستش. بچه حالا میگه که من 1/2 به 2 رو میتونم به یه صورت دیگه هم بیان کنم. اول از همه 1/2 به 2 چجوریه؟ میگیم 1/2 به یعنی چی بچه ها؟ این خط کسریه شد دیگه. به 2. میتونم اینو چیکار کنم؟ اینو توی فصلهای گذشته خوندیم. گفتیم این خط کسریه به معنی تقسیم هست. پس میگم 1/2 تقسیم بر 2. بچه 2 همون 2/1 دیگه. حالا 1/2 تقسیم بر 2 هستش. 2 تا کسر که وسطش علامت تقسیم هستش. میگم 1/2 کسر اول رو مینویسم، علامت تقسیم به ضرب تبدیل میشه در معکوس کسر دومی. جوابش چی میشه؟ میشه 1/4. پس بچه نحوه دیگر خوندن 1/2 به 2 به حالت ساده تر میشه این خط کسری میشه به 4. پس 1/2 به 2 همون 1/4 هستش. یعنی این دوتا جفتش یه نسبت رو داره بیان میکنه، ولی 1/4 آسان تره دیگه. یعنی من میفهمم که اگر مداد من یه دونه مداد داشته باشم تعداد خودکارهای من چند تاست؟ 4 تا هست. حالا اینو به صورت شکل اومده بیان کرده. بچه‌ها ببینید توی این جفت شکل‌ها اول از همه 1/2 به 2 رو اومده به صورت شکل کشیده رسم کرده. گفته واحد من اگر 2 تایی باشه 1/2 من این هستش، یکی از 2 تا. 2 هم که میشه 2 تا واحد کامل، 2 تا واحد 2 قسمتی کامل میشه 1/2 به 2. میتونه اینو به صورت 1/4 هم بیان کنه، یعنی واحد رو میاد یه دونه ای در نظر میگیریم و این میشه 1/4 و این دوتا نسبت ها رو داره به درستی بیان میکنه و هیچ فرقی با هم ندارن. بچه توی قسمت ب گفته نسبت تعداد خرگوش ها به شیر در باغ وحش 2/1/3 هست. به صورت ساده تر بخوایم بیان کنیم چی میگیم؟ دیگه این بالا توضیح دادم دیگه. میگن 2/1/3 یعنی 2 تقسیم بر 1/3. 2 ضرب در 3/1. 2/1 به جای 2 می‌نویسم 2/1 ضرب در 3/1 که برابر است با 6/1. پس به صورت ساده تر میشه 6/1 یا 6/1. اگه من همون 6/1 نوشتم شما متوجه میشید که نسبتش میشه 6/1. حالا توی سوال دوم گفته مانند نمونه چند نسبت بنویسید که هر یک با 3/5 مساوی باشه. بچه 3/5 چی هستش؟ یعنی 3/5 یا 3/5 و گفته به صورت اعشاری و کسر نمایش بدید. ما میایم اینو چیکار میکنیم؟ میگیم که چون گفته که به صورت اعشاری نمایش بدید بهتره واحدهای من 10 100 1000 باشه که دیگه دوباره اونا رو تبدیل به اعشار نکنم و راحت قابل تبدیل باشه برای من. پس میام مخرج کسرم رو 100 در نظر میگیرم. مثلا میگم که اگر 5 ضرب در 100 بشه باید 3 رم ضرب در چی کنم؟ ضرب در 100 کنم. میشه 300/100.
500. بچه‌ها این نسبت 300 به 500 با 3 به 5 با هم برابر هستش. یا میام اینو به صورت اعشاری می نویسم. میگم به 10 تبدیل میکنم. 5 ضرب در 2 میشه، 3 ضرب در 2 میشه 6 دهم. پس اینا همه بچه‌ها نسبت ها با هم برابر هستش. بچه توی سوال 3 قسمت الف گفته که شما حالا بیاین محیط دونه دونه این مربع ها رو به دست بیارید و بگید که نسبت طول ضلع مربع به محیطش متناسب هست یا نه، به صورت کسری بنویسید. خب ما میایم این کارو میکنیم. میگیم اگر هر واحد این بچه ها 1 باشه، 1 بچه ها نسبت طول ضلع به محیط، طول ضلعش چیه توی شکل اول؟ من میام اینجا اول میام شکلمو شماره بندی میکنم. میگم این شکل اوله، شما همین کارو کنید. شکل اول، شکل دوم، 3 4 5. توی 5 تا شکل میام بررسی میکنم. خب شکل اول من طول ضلعش بچه‌ها 1 هستش. محیط مربع چیه؟ 1 ضرب در 4 هست. خب پس اگر این طولش 1 باشه 1 ضرب در 4 یعنی 4 هم میشه محیطش. حالا نسبت طول ضلع به محیط میشه 1 به 4 که محیطش هست. ضلع 1 محیط 1 ضرب در 4. پس نسبت طول ضلع به محیط میشه 1 به 4. قسمت بعدی بچه‌ها طول ضلع من چیه؟ گفتیم اینا هر کدوم از واحدها 1 دیگه. پس میشه طول ضلعم 2 و محیطم 8 یعنی 2 ضرب در 4 2/8. قسمت بعدی طول ضلع من هر کدوم از اینا 1 هستش یعنی اینکه 3 هست و محیطش میشه 3 ضرب در 4 1 ضرب در 4 که میشه 12. بعدی طول ضلعم 4 هست، دونه دونه اینا بچه 1 دیگه، کلا در مجموع میشه 4 به محیطم 16. قسمت بعدی هم دیگه همتون میدونید 5 به 20. حالا بچه ها میخوام ببینم اینا همه متناسب هست یا نه. میگم که دقت کنید، میگم 1/4 که ساده نمیشه، 2/8 سادهش چی میشه؟ میشه 1/4. جفتش رو به 2 ساده میکنم. اینجا صورت و مخرج به 3 ساده میشه 1/4. صورت و مخرج به 4 ساده میشه 1/4. صورت و مخرج به 5 ساده میشه 1/4. بچه میبینید همه اینا نسبتاشون چی شد؟ شد 1/4 1/4 یعنی یه نوع کسرهای مساویش هستش. پس میتونم بگم که چون که نسبت طول ضلع به محیط توی همشون یه چیز در اومد و مساوی بود این نسبت ها، میتونم بگم طول ضلع هر مربع به محیطش نسبت هاشون با هم برابر هست و متناسب هستش. حالا بچه توی قسمت ب گفته حالا که طول ضلع به محیط متناسب، بیاین این جدول رو محاسبه کنید و کاملش کنید. گفته اگر طول ضلع مربع 1 باشه محیطش چی میشه؟ 4 تا 4 تا، پس میشه 1 به 4. اگر طول ضلع مربع 2 باشه محیطش چی میشه؟ 1 ضرب در 4 یعنی 2 4 تا 8 تا، پس میگیم متناسبه. بچه دوباره گفته اگر طول ضلع مربع نیم باشه میگیم که نیم ضرب در 4 محیطش چی میشه؟ میشه 2. درسته؟ نیم ضرب در 1 ضرب در 4 میشه 2. حالا اگر طول ضلع من 4 باشه محیطم میشه 4 4 تا یعنی 1 ضرب در خودش
16. بچه‌ها حالا این سری توی قسمت بعدی گفته محیطم 6 هستش. پس حالا شما به من بگید که ضلع من چنده؟ یعنی یه عدد ضرب در 4 شده 6. حالا اون عدد چی هستش؟ میگم 6 تقسیم بر 4 یا 6 چهارم که میشه 3 دوم. 3 دوم برابر است با 1.5. پس طول ضلع من 1.5 بوده. قسمت بعدی دوباره گفته چه عددی ضرب در 4 محیطش 4 بوده 100 بوده ببخشید. چه عددی ضرب در 4 شده 100؟ 25. پس طول ضلع من 25 و محیطش 100 هستش. قسمت بعدی هم گفته اگه ضلع من 100 باشه محیطش چی میشه؟ 100 ضرب در 4 که میشه 400. حالا بچه‌ها اینا هم با هم متناسبن دیگه. دوباره شما بیا دونه دونه اینا رو با هم ساده کن. به چه نتیجه میرسی؟ دقت کنید. این میشه 1/4 1/4 1/4 یعنی 2/8 برابر با 1/4. نیم به روی 2 برابر است با 1/4. 4 به روی 16 برابر است با 1/4. پس این میشه 1/4. 2/8 برابر است با 1/4. نیم به روی 2 برابر است با 1/4. 4 به روی 16 1/4. 1.5 به روی 6 دوباره نسبتش میشه 1/4. 25 به روی 100 نسبتش میشه 1/4 و 100 به روی 400 هم میشه 1/4. میبینید همش نسبت ها برابر شد با 1/4. تو قسمت پ گفته زیر هر ستون نسبت طول ضلع و محیط آن را با کسر بنویسید. آیا این کسرها با هم برابرن؟ میگیم بله. دیدید من این زیر نوشتم همش 1/4 هستش. می نویسیم همه آنها نسبت همه آنها 1/4 می باشد. خب بچه توی قسمت بعدی گفته توی کادر سبز رنگ گفته نسبت طول ضلع هر مربع به محیطش چی هست؟ 1/4 است و این نسبت با کمتر شدن یا بیشتر شدن ضلع تغییر نمیکنه. بچه دیدیم دیگه اگه ضلعمون 1 باشه نسبتش میشه 1/4. اگه ضلعمون 100 باشه محیطش میشه 100 به روی 400 دیگه درسته. بازم نسبتش با ساده کردن میشه 1/4. بچه هر چقدر ضلعمون هم زیاد بشه محیطمون هم بیشتر بشه درسته عددمون میره بالاتر ولی نسبتش با هم یکیه. یعنی در انتها که ساده میکنید نسبتهاشون یکی در میاد. یعنی با تغییر طول ضلع مربع محیط آنها نسبت به همون کم و زیاد میشه. پس محیط مربع با طول ضلع آن متناسب است. دیدیم دیگه نسبت محیط به طول ضلع چی هست؟ 1/4 هستش و به این جدول تناسب میگن. بچه چون که همه اعداد با هم دیگه متناسب هستش و توی این جدول هر عددی با محیطش نسبتش 1/4 هست این جدول تناسب نام داره. دیدید دیگه تو همه این ستون ها نسبت ها برابر با 1/4 شد. حالا بچه توی قسمت بعدی گفته این سری شما بیان حالا بگید مساحت یعنی طول ضلع به مساحت مربع متناسب هستش یا نه. ما میگیم مساحت یک ضلع ضرب در خودش هستش. یعنی ضلع مربع رو باید ضرب در خودش کنیم. خب اگه طول ضلعمون 1 باشه مساحتش میشه 1 چون یک ضلع که 1 هست ضرب در خودش باید بشه 1. اگه طول ضلعش 2 باشه مساحت چی میشه؟ 2 تا 4 تا. اگر طول ضلعش نیم باشه مساحت چی میشه؟ نیم ضرب در نیم. یعنی چی میشه؟ میشه 2.5. 5 تا 25 تا ببخشید بچه 25 صدم. 25 صدم. خب اگه طول ضلعش 4 باشه مساحتش 4 تا 16.
اگر طول ظل 1.5 باشه مساحتش میشه 2.25. اگر طول ظلش اگر مساحتش 100 باشه طول ظلش چی میشه؟ یعنی چه عددی ضرب در خودش شده 100؟ میگیم 10 ضرب در 10 شده 100. پس طول ظلش 10 هستش. و اگر طول ظلش 100 باشه مساحتش میشه 100 ضرب در 100 که برابر است با 10,000. خب حالا میخوایم ببینیم که اینا همشون نسبتاشون با هم برابره یا نه. شما یه بار امتحان کنید روش فکر کنید. بچه‌ها با ساده کردن میگیم نسبت این 1/1 1/1 نسبت این 1/2 1/2. همینجور بخوایم نسبت ها رو بنویسیم میگیم 1/1 با 1/2 نسبتش برابر هستش؟ نه، ممکنه با هم فرق داره و بچه تو هر کدوم از این ستون‌های جدول یه نسبتی رو داره به ما نشون میده. پس نسبت ظل به مساحت مربع متناسب نیست و با هم تناسب نداره. حالا گفته زیر هر ستون نسبت طول ظل مربع به مساحت آن را با یک کسر بنویسید. نسبت میشه 2/1 نسبت میشه 1/4 نسبت اینم باز از این به بعدش رو دیگه خودتون بنویسید و میفهمید که نسبت ظل به مساحت مربع متناسب نیستش. دیگه آیا این کسرها برابرن؟ خیر. حالا چون که این کسرها با هم برابر نیستن یه بهتون نکته گفته مساحت مربع با طول ظل آن متناسب نیست، یعنی طول ظل مربع با مساحت تناسب ندارد. بنابراین این جدول تناسب نیستش، چون هر کدوم از اینا نسبت‌های مختلفی رو به ما نشون میدن. میگه که این جدول تناسب نیست. پس بچه چه نکته‌ای متوجه میشین؟ هر جدولی که به ما دادن جدول تناسب نیستش، چون عددها توش باید متناسب باشه تا ما بهش بگیم جدول تناسب. بچه‌ها پس فهمیدیم تناسب چیه؟ مثلا اگر ما یه آدم داشته باشیم تعداد دستاش چند تاست؟ 2 تا. پس یک آدم تعداد دستای آدم به یک آدم میشه 2/1. حالا اگر 2 تا آدم داشته باشیم تعداد دستاش چند تاست؟ 4 تاست. چند تا آدم داریم؟ 2 تا میشه 4/2. دوباره 3 تا آدم داشته باشیم 6/3. پس تعداد آدم ها با دستاشون متناسب هستش. حالا توی قسمت بعدی گفته جدول رو کامل کنید. قد هر فرد بر حسب سانتیمتر با قد او بر حسب متر بیان شده. خب یعنی چی؟ گفته قد یه فردی 1 متره. چند سانتیمتر میشه؟ 1 ضرب در 100 میشه 100 سانتیمتر. قد یه فردی 2 متر هستش. 2 ضرب در 100 میشه 200 سانتیمتر. به متر رو به سانتیمتر تبدیل کرده. بچه اگه قدش 1.5 باشه میگیم 1.5 ضرب در 100 که میشه برابر است با 150. اگر 1.2 باشه قدش 1.2 متر باشه به سانتیمتر قدش میشه 120 سانتیمتر. حالا پس از این جدول چه نتیجه میگیریم؟ میگیم قد هر فرد بر حسب سانتیمتر با قد او بر حسب متر متناسب هست. چون که اینا همه دونه دونه میگیم ضرب در 100 شده. ضرب در 100 شده. اینجا ضرب در 100 و ضرب در 100. حالا تعداد دوچرخه ها با تعداد چرخ های متناسب هست یا نه؟ میگیم یه دونه دوچرخه 2 تا چرخ، 2 تا دوچرخه 4 تا چرخ، 3 تا دوچرخه 6 تا چرخ. پس هر کدوم از اینا ضرب در 2 میشه. پس متناسب است. به این صورت. حالا تعداد خانه ها با تعداد افرادی که در آن زندگی میکنن متناسب هست یا نه؟ ما ممکنه توی یک خونه 2 نفر آدم داشته باشیم.
توی 2 تا خونه ولی مثلا 1 نفر آدم داشته، توی 2 تا خونه هم 2 نفر آدم داشته باشیم. پس بچه‌ها اصلا میتونه متناسب نباشه. میگه ممکنه در 3 خانه 12 نفر زندگی کنن، نسبتشون میشه 3 به 12. اما ممکنه در 6 تا خانه 18 نفر زندگی کنن و نسبتش بشه 1/3. پس نسبت‌ها با هم برابر نیستش. حالا توی سوال بعدی گفته در جدول چند نسبت مساوی با 16 به 20 بنویسید و یک جدول تناسب بسازید. بچه میگه نسبت مساوی 16 به 20. ما برای اینکه نسبت مساوی بنویسیم یادتونه کسرهای مساوی چیکار میکردیم؟ صورت و مخرج رو ضرب در یه عدد ثابت میکردیم یا صورت و مخرج رو تقسیم بر یه عدد ثابت میکردیم. میگیم 16 به 20 سادهش میکنم، جفتش رو تقسیم بر 4 میکنم، میشه 4، یعنی به شکل ساده تر بیان میکنم، میشه 4 به 5. حالا میتونم یه نسبت دیگه بنویسم، یعنی صورت و مخرج ضرب در 2 کنم، میشه 8 به 10. میتونم جفتش رو ضرب در 4 کنم، 32 به 40. میتونم ضرب در 3 کنم که اینجا ضرب در 3 کرده. میتونم صورت و مخرج اگر 10 ضرب در 4 بشه 8 هم ضرب در 4 میشه و جوابش میشه 32. این یک جدول تناسبه چون نسبت همشون میشه 4/5 و همشون با هم برابر هست نسبتشون. حالا بچه توی سوال 6 گفته کدوم جدول زیر نشان دهنده تناسب هست. دیدید بهتون گفتم همه جدول ها جدول تناسب نیستش. بچه توی سوال 6 گفته کدام جدول نشان دهنده تناسب هستش. ما گفتیم هر جدولی جدول تناسب نیستش و جدول تناسب است که اعدادش با هم متناسب باشه. خب اول از همه میریم نسبت 9 به 15 رو مینویسیم. میگیم اگه جفتش ساده بشه میشه 3 به 5. آیا 3 به 5 با 3 به 3 برابره؟ نه، پس این نیستش. قسمت بعدی میایم دوباره توی قسمت بعدی میگیم 1 به 2، دوباره نیم به 1 میشه دوباره 1 به 2، پس این متناسب هست. 15 به 5 میشه 3 به 1، 12 به 2 میشه 6 به 1. اینم با هم متناسب نیست. بعدیش هم متناسب نیست و تنها جدول تناسب ما جدول دوم از سمت چپ هستش. بچه توی قسمت بعدی گفته نسبت پول رضا، علی و امید 3، 2 و 5 هست. یعنی اگر پول رضا 3 باشه پول علی 2 و پول امید 5 توی جدول کشیده. حالا گفته ممکنه آنها به ترتیب 300، 200 و 500 داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی کل پول همشون ضرب در 100 باشه. یا ممکنه اونا 15,000، 10,000 و 25,000 داشته باشن. میگه شما جای خالی رو پر کنید. بچه وقتی نسبتشون 3 به 2 به 5 هست، 3 به 2 به 5 میتونیم به صورت همه اینا رو ضرب در یه عدد ثابت کنیم. ممکنه همه رو ضرب در 100 کنیم، ممکنه همه رو ضرب در 5000 کنیم و ممکنه همه رو ضرب در 1000 کنیم. شما میتونید ضرب در هر عددی که بخواید بکنید. فقط حواستون باشه وقتی که ضرب در 1000 میکنید هم 3 رو ضرب در 1000 کنید، هم 2 رو ضرب در 1000 کنید و هم 50. 3000، 2000 و 5000 است. یعنی ممکنه پول رضا 3000 تومان، علی 2000 تومان و امید 5000 تومان باشه. میتونید عددهای دیگه هم استفاده کنید و ضرب در عددهای دیگه کنید. بچه‌ها گفته توی فعالیت صفحه 112 که فعالیت مهمی هست همتون دقت کنید و با من پیش برید و ببینید که چه اتفاقی افتاده. بچه‌ها گفته دانش آموزان کلاس 6 دبستان رسول اکرم صلی الله میخواهند برای جشن میلاد شربت درست کنند. میخوان همشون با هم شربت درست کنن.
حالا 4 گروه اومدن 4 تا پیشنهاد دادن. مثلا شما توی کلاس باشید و 4 تا پیشنهاد بدید، گروه 1 2 3 و 4. بچه توی گروه 1 گفته که به ازای هر 3 پیمون شهدی که میریزیم 7 پیمون آب بریزیم. توی گروه 2 گفته به ازای هر 5 پیمون شهد 9 پیمون آب بریزیم. توی گروه 3 هم گفته 1 پیمون شهد بریزید، 3 تا آب بریزید. و توی گروه 4 هم گفته 1/3 پیمون شهد بریزید و 1 دونه آب بریزید. بچه اول از همه میگم گروه 3 نسبتش میشه چی؟ 1 پیمون شهد به 3 پیمون آب، یعنی 1/3. گروه 4 1/3 پیمون شهد به 1 پیمانه آب، یعنی 1/3 تقسیم بر 1 میشه 1/3 ضرب در 1، همون 1/3 شد بچه. یعنی چه 1 به 3 بنویسیم و چه 1/3 به 1 بنویسیم، نسبت ها با هم برابر هستن. خب پس تا اینجا فهمیدیم پیشنهاد 3 و 4 با هم برابر هستن. حالا با استفاده از پیشنهاد 3 و 4 شربت شیرینی یکسان است. چرا؟ می نویسیم بله، چون نسبت پیشنهاد 3 به 4 گروه 3 به 4 یا پیشنهاد هر دو گروه 1/3 یا 1 به 3 می باشد. پس شربتشون شیرینیاشون یکسان هستش. حالا گفته جدول روبرو بر اساس پیشنهاد 3 نوشته شده است. در هر یک از ستونهای آن نسبت شهد به آب چقدره؟ بچه پیشنهاد گروه 3 چی هست؟ 1 پیمون شهد 3 پیمون آب. پس اگر من 1 پیمون شهد بریزم 3 پیمون آب باید بریزم. اگر 2 پیمون شهد بریزم طبق پیشنهاد گروه 3 6 پیمون آب باید بریزم، چون همه اینا باید نسبتشون یکی بشه. اگر 9 پیمون آب بریزم 3 پیمون شهد باید بریزم و اگر 12 پیمون آب بریزم 4 پیمون شهد باید بریزم. بعد نوشته در هر یک از ستونها نسبت‌ها چی هستش؟ همه اینا با هم برابره، یعنی چه 1 به 3 چه 2 به 6 چه 3 به 9 و چه 4 به 12 همه نسبت‌ها میشه 1 به 3. حالا بچه‌ها توی جدول گفته مقدار کل شربت رو محاسبه کنید. بچه‌ها یه دونه پارچ در نظر بگیرید. 1 پیمونه یه لیوان تو شهد میریزیم، 3 پیمونه هم آب میریزیم. در مجموع چقدر شربت ما داریم؟ میگیم یه دونه شهد 3 تا آب 1 به اضافه 3 میشه 4. پس من 4 پیمونه شربت دارم، درسته؟ حالا اگه 2 پیمونه شهد و 6 پیمونه آب بریزم 8 پیمونه شربت دارم. اگر 3 پیمونه شهد و 9 پیمونه آب بریزم 12 پیمونه شربت دارم و بعدیش هم 16 پیمونه شربت هستش. آیا مقدار شهد با مقدار کل شربت متناسب هست؟ بله دیگه بچه‌ها، نسبتاشون با هم برابر هست و 1/3 هست. نسبت شهدمون میشه 1 به 4، 1/4 هست، 2 به 8، 3 به 12، 4 به 16. همه اینا با هم نسبتاش 1/4 هستش. حالا توی قسمت ت گفته برای درست کردن از 120 پیمان شربت بازم توی پیشنهاد 3 رو در نظر گرفته. چند پیمان شهد نیازه؟ توی پیشنهاد 3 میگفتیم 1 پیمونه، میایم یه جدول میکشیم، میگیم 1 پیمونه شهد 3 پیمونه آب، در مجموع 4 پیمونه شربت داریم. حالا میگه اگه ما 120 پیمونه شربت بخوایم طبق پیشنهاد گروه 3 چقدر شهد و آب باید بریزیم؟ میگیم اینجا 120 شربت هستش بچه‌ها، یعنی شهد به اضافه آب. میگیم 4 ضرب در 30 میشه، پس هر کدوم از این عددها رو هم ضرب در 30 میکنیم، یعنی 1 ضرب در 30 و 3 ضرب در 30 که میشه 90.
چند پیمان شرط نیاز هست؟ 30 پیمان شرط و 90 پیمان آب نیاز هستش. خب بچه حالا میگه که میخوایم ببینیم که کدوم شربت بهتره، یعنی کدوم شربت شیرین تره. پیشنهاد گروه 1، 2 و 3 رو با هم مقایسه کنیم. میگه حالا صبورا و مهدی اومده راههای مختلفی رو امتحان کردن برای مقایسهشون. صبورا اومده گفته نسبت شرط به آب در هر پیشنهاد رو به صورت کسری می‌نویسم. بچه چون پیشنهاد 3 و 4 با هم برابر بود دیگه یه دونش رو نوشت همون پیشنهاد 3. میگه که توی نسبت شرط به آب گروه 1 میشه 3 به 7 و گفت من کلا 63 اگر بخوام همه اینا رو طبق 63 تقسیم بندی 63 بنویسم، یعنی 7 رو ضرب در چه عددی کنم بشه 63 و 3 هم ضرب در چه عددی بشه تا بشه 7 ضرب در 9 میشه 63 و 3 هم ضرب در 9 میکنم میشه 27. اومد برای همه اینا کسرای مناسب نوشت و نوشت پیشنهاد گروه 1 میشه 27 63 پیشنهاد گروه 2 35 63 و پیشنهاد گروه 3 21 63. یعنی مخرج کسر رو 63 در نظر گرفت برای 3 تا پیشنهادم و گفتش که اونی که صورتش بیشتره کسر بزرگتره، پس شیرینیش بیشتره. توی این گروه ها متوجه شد که پیشنهاد گروه 2 شربتش شیرین تر است، چون 27 به 63 35 به 63 و 21 به 63. پس مقدار شهر گروه 2 بیشتر هستش. راه حل صبورا میشه بچه‌ها، ولی خب پیدا کردن یه مخرج مساوی برای 3 تا نسبت یه خورده سخته. مهدی اومد چیکار کردش؟ دقت کنید. گفت من هر کدوم از این پیشنهادها رو به صورت کسر مینویسم و باز هم کسرها رو با هم مقایسه میکنم. یعنی نوشت 3 دهم، دوباره اومد از کسر مساوی یعنی 10 رو گفت ضرب در 14 میکنم 140. به همه اینا مخرج 140 داد. خب 3 هم ضرب در 14 کرد شد 42. 14 ضرب در 10 پس 5 هم ضرب در 10 میشه 50. 4 ضرب در چه عددی شده؟ 140 ضرب در 35 شده. پس یکم ضرب در 35 میکنم میشه 35 140. بازم میبینم که پیشنهاد 2 شربت شیرین تری به ما میده. حالا راه حل شکیبام گفته که میایم همه این پیشنهادها رو درست میکنیم و با مزه میچشیم میفهمیم کدوم شیرین تره، که اصلا راه حل خوبی نیستش، چون که ما میخوایم با استفاده از راه حل و ریاضی به صورت ملموس بیان کنیم که کدوم پیشنهاد بهتر هستش. توی راه بعدی هم اومدن چیکار کردن؟ گفته که با استفاده از نمودار بیان کردن که کدوم شربت شیرینی بیشتری داره. مثلا پیشنهاد 3 رو در نظر بگیرید 1 بعد 2. من میام اینجا یه دونه عدد شانسی انتخاب میکنم، میگم که توی 16 پیمونه شربت چقدر بچه‌ها؟ تقریبا 4 پیمونه شهده. حالا بر اساس پیشنهاد 3 باید 4 پیمونه شهد بریزیم. بر اساس پیشنهاد 1 باید تقریبا 5 پیمونه شهد بریزیم و بر اساس پیشنهاد 2 باید 6 پیمونه شهد بریزیم. پس پیشنهاد 2 شربت شیرین تری به ما میده. یا مثلا یه عدد دیگه انتخاب میکنم، میگم که توی 25 در نظر میگیرم 25 پیمونه شربت حدوداً 6 پیمونه شهد بر اساس پیشنهاد 3 و 7 خورده پیمونه شهد بر اساس پیشنهاد 1 و 9 پیمونه شهد بر اساس پیشنهاد 2 باید بریزیم. پس پیشنهاد 2 شربت شیرین تری به ما میده. پس می نویسیم بله با استفاده از این نمودار هم میتونیم بررسی کنیم و یه نقطه رو در نظر میگیریم و مقدار شهد توی پیشنهادها رو بررسی میکنیم. خب بچه حالا به سوالهای کار در کلاس صفحه 113 خوب دقت کنید.
گفته یک نقاش برای درست کردن نوعی رنگ سبز 5 واحد رنگ سبز را با 3 واحد رنگ آبی ترکیب میکنه. میخواد رنگ سبز بسازه و رنگ زرد و آبی رو با این نسبت‌ها مخلوط میکنه و ترکیب میکنه. میگه اگر 2.5 کیلو رنگ زرد را با چند کیلو رنگ آبی باید مخلوط کنه. بچه وقتی به شما نسبت میده سریع باید چیکار کنید؟ جدول تناسب بکشید. خب این جدول رو مینویسیم. گفته که مقدار رنگ زرد به رنگ آبی برای ساختن رنگ سبز چقدر هستش؟ گفته خودش اگه 5 پیمونه رنگ زرد بریزه و 3 پیمونه رنگ آبی بریزه 8 پیمونه رنگ سبز میده. میگیم جمعشون میشه 8 پیمونه. 8 پیمونه رنگ سبز داریم. خب حالا گفته اگر 2.5 کیلوگرم رنگ زرد بگیریم با چند کیلوگرم رنگ آبی باید مخلوط کنیم؟ میگیم نسبتاشو که نوشتیم 5 به 3 به 8. حالا اگه 2.5 بچه دقت کنید توی سطر رنگ زرد باید بنویسم. 2.5 رنگ زرد باشه 5 ضرب در چه عددی باید بشه؟ 5 رو ضرب در نیم میکنیم. پس 3 هم باید ضرب در نیم بشه، میشه 1.5. چون جدول تناسب است و نسبت ها رو به اون داده همه رو باید ضرب در نیم کنیم. 8 هم ضرب در نیم میکنیم و میشه 4. پس باید 1.5 کیلوگرم رنگ آبی بگیریم. اگر مقدار رنگ آبی 9 کیلوگرم باشه، اینجوری توی قسمت بعدی گفته این آبی 9 کیلوگرمه، یعنی 3 ضرب در 3 شده که شده 9. رنگ آبی من نسبتش 3 بود دیگه. پس همه نسبت ها رو هم باید ضرب در 3 کنیم. 5 ضرب در 3 میشه 15 و 8 ضرب در 3 24. چند کیلوگرم رنگ سبز ساخته می شود؟ 24 کیلوگرم. پس دیدید بچه‌ها توی نسبت ها باید توی جدول تناسب اول از همه نسبت ها رو بنویسیم، بعد کلش رو با هم جمع کنیم و هر عددی که ضرب در اون میشه همه عددا باید ضرب در همون عدد بشه. یعنی اگر یکی از عددا رو ضرب در 3 میکنیم بقیه عدد هم باید ضرب در 3 بشه، چون جدول تناسب همه اعداد نسبت ها یکی هستش. خب بچه توی سوال 2 گفتید نوعی حلوا میخوان درست کنن برای 25 نفر. 2 لیوان آرد ریختن، 2 لیوان آب، 1/2 لیوان گلاب و 1/4 لیوان شکر. دوباره اینا رو اومد توی جدول نوشت. گفت آرد، جلوش هم نوشت 2 لیوان آب، 1/2 لیوان گلاب و 5/4 لیوان شکر استفاده کرد. حالا نسبت آب به گلاب را به ساده ترین حالت ممکن بنویسید. آب میشه 2 به 1/2، گلاب هم 1/2، 2 به 1/2، 2 تقسیم بر 1/2 یا 2 ضرب در 2 که میشه 4 به 1. پس نسبتش به ساده ترین حالت ها میشه 4 به 1. حالا توی قسمت بعدی گفته میخواهیم با 4 لیوان آرد حلوا درست کنیم، یعنی 2 لیوان نباشه 4 لیوان باشه، اینجا 4 باشه. گفته با کمک جدول تناسب مقدار شکرم بهمون بگید چقدره. میگیم 2 ضرب در 2 شده، پس دونه دونه این عدد هم ضرب در 2 میکنیم. 1/2 هم ضرب در 2 بشه میشه 1 و 5/4 ضرب در 2 میشه 10/4 یا همون 2.5. مقدار شکر را به دست بیارید که میشه 2.5 لیوان یا 10/4 لیوان. حالا توی جدول هم گفته که ما به جای 1 و 1/4 همون 5/4، یعنی عدد مخلوط رو به کسر تبدیل کرده. یک مسئله دیگر طرح کنید که برای حل اون از جدول بالا استفاده بشه. حتما بچه‌ها یه مسئله که از این جدول استفاده بشه شما طرح کنید و توی کتابتون بنویسید.
خب بچه توی قسمت بعدی توی سوال 3 گفته جدول روبرو یک جدول تناسب است. وقتی که میگه یه جدول تناسبه یعنی که عددش داخلش با هم متناسبه. میگه روش خود رو جای خالی رو میتونیم چه عددی بذاریم و روش خود رو توضیح بدید. خب اول از همه میتونیم چند تا رو استفاده کنیم. یکی این که 3 به 21 رو ساده کنیم، یعنی میشه 1/7 جفتش تقسیم بر 3 بشه. حالا 7 ضرب در 2 میشه، پس 1 هم ضرب در 2 میکنم، میشه 2/14. میتونم این کارو کنم، میتونم بگم 21 ضرب در 4 شده 14 از 3 ضرب در همون عدد کنم، ولی راحت ترش اینه که ساده کنم اعداد رو. خب پس میگید ابتدا 3 و 21 را ساده میکنیم، کسرهای مساویش رو مینویسیم و ضرب در میگم خب 7 ضرب در چه عددی میشه، یکم ضرب در همون عدد میکنم، یا میگم 21 ضرب در چه عددی میشه 14، 3 رم ضرب در همون عدد میکنم. بچه توی قسمت بعدی گفته به کمک ماشین حساب در جدول علامت عدد داخل مربع و دایره رو بنویسید. اول از همه میگم 8 ضرب در چه عددی شده 12، یعنی 12. برای اینکه این عدد رو پیدا کنم میگم 12 تقسیم بر 8 مساوی 12/8 مساوی 3/2 یا همون 1.5. برای اینکه بگم 8 ضرب در چه عددی شده 12 رو تقسیم بر 8 میکنم، اینجا میشه 1.5. پس 10 ضرب در 1.5 میکنم، 10 ضرب در 1.5 مساوی 15. پس اینجا میشه 15 جوابم. توی سوال 5 قسمت الف گفته مسیری که برای کامل کردن جدول طی شده با دقت دنبال کنید. میگم که 6 ضرب در چه عددی شده 8، پس میگم 6 در 8 ششم ضرب شده، 8 رو تقسیم بر 6 میکنیم دیگه، میشه 8 ششم. پس 15 ضرب در 8 ششم میکنیم و جوابش میشه 20. میگه شما بیاید با همین روش عدد رو به دست بیارید. خب بچه برای اینکه ما بفهمیم ضرب در چه عددی شده، مثلا اینجا 12 ضرب در چه عددی شده 27، میگیم ضرب در 27 12 هستش، پس 8 هم ضرب در اون میکنم. بچه یه راه دیگه، یه نکته دیگه که از این 2 تا سوال متوجه میشید اینه که برای به دست آوردن این میگیم 8 ضرب در 15 تقسیم بر 6، 8 ضرب در 15 تقسیم بر 6. پس برای به دست آوردن این جای خالی اون 2 تا عددی که داریم، یعنی 8 ضرب در 27 تقسیم بر 12 و جوابم میشه 18. پس اینجا میشه 18. پس از راه طرف وسطین هم میتونیم عدد داخل جدول رو به دست بیاریم و مشکلی نداره. فقط دقت باید بکنیم، بیام بگیم که طرفین وسطین اون 2 تا عددی که وجود داره توی صورت می‌نویسیم تقسیم بر ضریبی که وجود نداره، یعنی عددی که ضرب داره این دایره هم میشه که توی مخرج می‌نویسیم و جواب رو به دست میاریم. خب بچه به تمرین صفحه 14 سوال 1 دقت کنیم. بچه اکثر سوال هایی که در اینجا داریم در مورد نسبت و تناسب هستش و باید با استفاده از جدول تناسب پاسخ بدیم. حالا گفته برای تهیه نوعی دارو 3 نوع ماده الف، ب و ج را به نسبت 7، 5 و 3 مخلوط میکنیم. یعنی چی؟ یه دونه جدول میکشیم. خب من بچه جدول این بالا کشیدم. نسبت داروی الف 7، ب 5، ب و ج 3 هست. بچه کل داروی من چقدر هستش؟ میگم 15 تا، 7 به اضافه 5 به اضافه 3 میشه 15 واحد. حالا اگه 60 گرم دارو باشه یعنی
کل داروی من 60 باشه، مقدار ماده الف و ب و جیم چقدر هستش؟ میگم 15 ضرب در چه عددی شده 60. پس الف و ب و جیم هم ضرب در همون عدد میکنم. 15 ضرب در 4 میشه، پس 7 هم ضرب در 4 میکنم. 5 هم ضرب در 4 میکنم و 3 هم ضرب در 4 میکنم. پس مقدار ماده الف ب و جیم به ترتیب 28 20 و 12 هستش. بچه در سوال 2 گفته در مستطیل روبرو نسبت های خواسته شده را بنویسید. طولش 5 عرضش 2. نسبت طول به عرض میشه 5 به 2 یا 5 دوم. نسبت عرض به طول یعنی اول عرض رو بگو و بعد طول رو بگو، میشه 2 پنجم. بچه نسبت طول به محیط، محیطش چی میشه؟ محیط مستطیل میشه طول به اضافه عرض، محیط مساوی 5 به اضافه 2 ضرب در 2 یعنی 14. طولش چنده؟ 5 به محیطش 14. حالا نسبت عرض به مساحت مستطیل چیه؟ طول ضرب در عرض یعنی 5 ضرب در 2 مساوی 10. حالا عرض من 2 هست و مساحت هم 10، میشه 2 به 10 یا 2 دهم. به صورت نسبت می نویسیم. بچه ها حواستون باشه اگه میگه طول به عرض یا عرض به طول نسبتش فرق داره. طول به عرض یعنی اول طول رو بنویس و توی مخرج روی عرض به طول بنویس و عرض به طول دقیقا برعکس هستش. دقت کنید به این نکات. بچه توی قسمت بعدی یعنی سوال 3 من اینجا جوابش رو بنویسم. بچه ها گفته برای 5 نفر 3 تا انار توی مهمونی میخوایم دون کنیم. حالا یعنی نفرات به تعداد انار میشه 5 به 3. برای 20 نفر چند تا باید انار دون کنیم؟ میگیم 5 ضرب در 4 میشه، پس 3 هم ضرب در 4 میشه و میشه 12 تا انار باید دانه کنیم. بچه توی سوال 5 هم گفته یک دایره به شعاع دلخواه است و محیط آن را به دست بیارید. خب میاین دایره‌تون رو مینویسید، میکشید، شعاعش هم مینویسید عددش رو و محیطش رو به دست میارید. همتون باید توی خونه و توی دفترتون این کار رو انجام بدید. حالا گفته نسبت محیط به شعاع دایره رو بیان کنید. خب من میگم که اگر شعاع دایره 2 باشه محیطش چی میشه؟ میشه 12/56. پس محیط به شعاع میشه 12/56 به 2 که نسبتش میشه 6 28. حالا نسبت محیط به شعاع میشه 6/28. میگه حالا جوابتون رو با همکلاسیاتون مقایسه کنید. آیا محیط دایره با شعاعش متناسبه؟ میگیم بله متناسب هست، چون نسبت محیط دایره به شعاع آن تقریبا همون 6/28 خواهد بود. حالا گفته کاردستی روبرو رو با یک نوع سیم ساخته ایم. طول 20 گرم از سیم 3 متر است. جرم سیم به کار رفته شده در این کاردستی 70 گرم است. طول سیم به کار رفته شده چقدر باید باشه؟ بچه اول از همه گفته که طول 20 گرم سیم 3 متر است. میایم یه جدول میکشیم. میگم طول
3 مترش 20 گرمه. اگه من 70 گرم جرم داشته باشم چند متر سیم نیاز هستش؟ میگم که برای اینکه این دایره رو به دست بیارم دقت کنید از این راه استفاده میکنم، راحت تره. میگم دایره مساوی 3 ضرب در 70 تقسیم بر 20. جواب من چی میشه؟ میشه 10.5. پس 10.5 متر سیم به کار میرود. بچه سوال 7 رو برای جدول روبرو باید یه مسئله طراحی کنید و جواب بدید. توی سوال 8 هم گفته میدانیم که 1000 متر برابر است با 1 کیلومتر. 756 متر چند کیلومتر است؟ میگیم 756 تقسیم بر 1000 میشه 756 هزارم که به صورت اعشار می نویسم. 756 هزارم کیلومتر است. حالا قسمت بعدی گفته هر متر 10 دسیمتر هست. اینو میدونیم. 57 دسیمتر چند متره؟ پس میایم 57 رو تقسیم بر 10 میکنیم و جوابش میشه 57 دهم متر هست. توی قسمت بعدی هم گفته هر متر 100 سانتی متر است. 142 ممیز 7 سانتی متر چند متر است؟ میگم 142 ممیز 7 تقسیم بر 100 مساوی 1 ممیز 427 هزارم متر هستش. بچه توی سوال 9 که سوال خیلی مهمی هست و همتون خوب باید دقت کنید و به خاطر بسپارید. گفته با استفاده از جدول تناسب بیاین پاسخ بدید. قسمت الف یعنی قسمت اول گفته هر کیلوگرم 1000 گرم و هر تن 1000 کیلوگرم است. با استفاده از جدول تناسب پاسخ بدید. اول از همه میگیم که 3 ممیز 28 تن برابر است با چند کیلوگرم. یه جدول میکشم چون خودش گفته با استفاده از جدول تناسب توضیح بدید برامون. خب حالا گفته که 3 ممیز 28 صدم تن چند کیلوگرمه. میگیم که 1 تن 1000 کیلوگرمه. خب 3 ممیز 28 تن چند کیلوگرمه. میایم با استفاده از طرفین وسطین عدد رو به دست میاریم و اینجا جوابش میشه 3280 کیلوگرم. قسمت بعدی دوباره گفته که این سری برعکس گفته. ما بازم میایم از داده و چیزی که میدونیم استفاده میکنیم. میگیم 1 تن 1000 کیلوگرم هست. حالا اینجا گفته 847350 کیلوگرم. 847350 کیلوگرم چند تن هست. بازم با استفاده از طرفین وسطه میایم جواب رو به دست میاریم و جواب من میشه ضرب در 1 به روی 1000. پس میشه 847 و 35 صدم تن. خب جدول تناسب بعدی رو نگاه کنید. دوباره گفته که 1 کیلوگرم چند گرمه؟ 1000 گرمه. پس اینجا کیلوگرم. بچه‌ها داده هایی که به دردام میخوره اینجا کیلوگرم و گرمه. میگیم 1 کیلوگرم 1000 گرم هستش. حالا 320 گرم
چند کیلوگرمه؟ میگیم 320 ضرب در 1 تقسیم بر 1000 که میشه 32 کیلوگرم هستش. با استفاده از جدول تناسب و چیزایی که میدونیم و اطلاعاتی که مسئله داده، بچه ممکنه این اطلاعات رو بهتون توی صورت نده، ولی شما باید بلد باشید که هر کیلوگرم 1000 گرمه و هر تن 1000 کیلوگرم هستش. بچه توی سوال بعدی هم گفته کدام نسبت با 3، 2 و 5 مساوی نیستش. میگیم اگر نسبتی بخوایم مساوی کنیم باید 3 و 2 و 5 باید ضرب در یه عدد بشه. میگیم 30 اینجا ضرب در 10 شده، 2 ضرب در 10 شده، 5 ضرب در 10 شده. پس این مساویه. 30، 20 و 50 مساویه. توی قسمت اینجا هم میگیم 30 ضرب در 40 شده، 2 هم باید ضرب در 40 بشه 80، 5 هم ضرب در 40 200 میشه. پس اینم مساویه. اما توی قسمت بعدی 3 شده 103، 2 شده 102 و 5 شده 105. یعنی این اصلا هیچ عددی ضرب یا تقسیم بر این اعداد نشده. پس این نسبت مساوی نیستش. خب بچه‌های عزیزم تمرین‌های این جلسه تموم شد. حتما تمرین تکرار کنید و مثال‌های کتاب و تمارین کتاب رو خودتون دوباره حل کنید. همتون رو به خدای یکتا میسپارم. خدا نگهدارتون.